سلام به همه بیننده های کانال آسانسور موفقیت. امیدوارم حال دلتون شاد و پر انرژی باشه. بچه ها، شادی و موفقیت انرژی و انضباطه. وقتی تو همه امورمون نظم و انضباط رو بگنجونیم، نتیجه های درسته که باعث شادی درونی و بیرونی ما میشه. پس هدفمند و با انضباط زندگی کنیم. با هم میریم تا بقیه نکات 22 راز موفق شدن رو مرور کنیم. تو ویدئوی قبل موفقیت رو تعریف کردیم و اینکه باید هدفمند زندگی کنیم و برای اهدافمون برنامه ریزی کنیم. امروز میریم به گزینه سوم، یعنی اهدافمون رو اولویت بندی کنیم. تو همین حالی که در حال پایه‌ریزی سیستم خودمون هستیم، باید ایجاد عادتهای خوب رو تمرین کنیم. توی این مسیر متوجه میشیم هر روز زمان کافی برای دستیابی به اهداف خودمون رو نداریم. پس موجب این میشه زمان خودمون رو هوشمندانه مدیریت کنیم و فعالیت‌های مهم رو تو اولویت قرار بدیم. اگه برای اولویت بندی اهداف خودمون شک و تردید داریم، میتونیم از تکنیک سیستم رتبه بندی عددی یا ماتریس آیزنهاور استفاده کنیم. اولویت بندی اهداف به این معناه به چه چیزهایی که توی لیست ما قرار نگرفته اجازه ندیم تا جلوی انجام امور داخل لیست رو بگیره. پس به اولویت بندی اهداف خیلی توجه کن، چون باعث میشه شخصیت اصلی تو زندگی شکل بگیره. نکته چهارم، اهداف اسمارت تعیین کنیم. رسیدن به موفقیت تو زندگی شامل تعیین تعدادی اهداف شخصی برای خودمونه. با این حال بسیاری از ما اهدافی رو برای خودمون تعیین میکنیم و تا حدودی در مسیر تحقق این اهداف پیشرفت میکنیم، اما به اونها نمیرسیم. عدم تحقق اهداف ممکنه به دلیل نحوه تعیین این اهداف باشه. از این رو بهترین روش برای تعیین اهداف قابل دستیابی استفاده از راهکار تعیین اهداف اسمارت. اهداف اسمارت قابل دستیابی هستند به این دلیل که واقع بینانه فکر شده و دارای محدودیت زمانی برای دستیابی به حساب میاد. برای تعیین چنین اهدافی باید به روش زیر عمل کنیم. تعیین هدف خاص، یعنی شرح واضح و مختصری برای خودمون تنظیم کنیم و به طور دقیق آنچه رو میخوایم به دست بیاریم مشخص کنیم. هدف قابل ارزیابی، یعنی مقیاسی برای ارزیابی هدف خودمون مشخص کنیم. هدف قابل دستیابی، یعنی اطمینان حاصل کنیم هدف مورد نظر چالش برانگیز بوده، اما در عین حال امکان دستیابی به اون هم وجود داشته تا بتونیم به موفقیت برسیم و انگیزه بیشتری برای ادامه مسیر به دست بیاریم. هدف مرتبط، یعنی هدفی که تعیین می‌کنیم باید با آنچه که توی زندگی احساس خوشبختی و موفقیت بهمون میده رو برای ما به ارمغان بیاره و باهاش هماهنگ باشه. محدود به زمان دستیابی به اهداف باید مشخص باشن و پیشرفت‌های کوچیک رو در مسیر تحقق. امیدوارم امروزم این نکات براتون بسیار مفید و با ارزش باشه و بتونین ازش توی مسیر موفقیت و شادی زندگیتون استفاده بکنید. ویدیوهای بعد رو از دست ندین و همراه من باشین تا بقیه نکات رو با همدیگه مرور بکنیم.